یزید و ینقص، ایمان زیاد می شود و کم می شود. واقعا چخیلی که حافظ ابن حجر رحمت الله علیه گفتند هر یک بنده ایمان خود را زیاد شوی و کم شوی آن را حس می کند. در حقیقت در بعضی حالت ها ایمان زیاد می شود و در بعضی حالت ها ایمان کم می شود. وقتی که عبادت را از صدق دل اجرا می کند، سخن الله می شنود، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم می شنود، از صدق دل توبه می کند، عبادت می کند، دعا می کند، می فهمد که ایمان او زیاد شد. و وقتی که گناه کرد، روی به ملهیات آورد و مشغول کننده ها آورد، از دین مشغول شد با دنیا، در آن صورت ایمان او کم می شود. حدیثی حنظله هست در صحیح مسلم. حنظله رضی الله عنه به نزد ابوبکر صدیق می آیند، میگویند که حنظله منافق شد. ابوبکر میگوید برای چی؟ میگه در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را درباره جنت، درباره دوزخ گپ میزنند، گویا که ما او را میبینیم. ایمان ما در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم جوش میزند. وقتی که به خانه می آییم، به بازار می رویم، با امور دنیا آمیخته می شویم، ایمان ما غیر است. یعنی ما دیگر انسان هستیم. یعنی منافق به این معنا که مقصد ما در نزد رسول الله دیگر خیل هستیم، در کوچه بازارها دیگر خیل هستیم. ابوبکر گفتن که این چیزی که تو میابی ما هم میابیم، یعنی این در ما هم هست. بعد همراهی ابوبکر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده مسئله را گفتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، لو تدومون علی ما انتم علیه، اگر شما در پیش من در کدام حالتی که هستید همین گونه بردوام باشید، شب و روز، همه وقت خیلی که در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها رو پند و نصیحت میگویند، بزرگی شریعت، بزرگی الله تعالی رو بیان میکنه، در آن حالت که ایمان آنها به قله بلند میرسد، اگر گفتن همیشه همین گونه بردوام باشید، لصافحتکم الملائکه فی الطرقات، فرشته ها در کوچه ها، حتی در جای های خواباتان آمده همراه شما سلامت میکند. ولکن ساعتا و ساعتا، لیکن یک ساعت برای دین، یک ساعت برای دنیا هست. یعنی دنیا برای همین است. مقصد همه وقت انسان نمیتواند در یک حالت بماند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم اقرار کردند که ایمان آنها یک ساعت بلند میشد، یک ساعت، یعنی که وقتی که از دین و از دیانت و از علم دور میشه و از مسجد دور میشد، آهسته میفراید و این حقیقت است. و امام بخاری رحمت الله علیه به این قول اهل سنت و الجماعت که آوردند، و امام بخاری یکی از امامهای معتبر و معتمد اهل سنت و الجماعت هستند و امیر مومنان در علم حدیث و در علم عقیده هستند و اینچنین در علم فقه و در همه علم ها، میگویند که ایمان قول است و فعل است، زیاد می شود و کم می شود. و خود از استادانشان نقل کرده گفتند که کتبت عن 1080 رجلا، من از 1080 نفر حدیث نوشتم. گفتن یعنی علم گرفتم، استاد را انتخاب میکردم، یعنی از هر انسان علم نمیگرفتم. بعد امام بخاری گفتن که من از 1080 نفر علم گرفتم، لیس فیهم الا صاحب حدیث، در بین آنها کسی نبود مگر اهل حدیث بودند. یعنی همه آنها صاحب حدیث بودند، یعنی اهل حدیث بودند. یعنی اهل حدیث بلندترین قله انسانها در علم گفتگی معنا را دارد. برای همین امام مالک رحمت الله علیه به مسجد جناب رسول الله اشاره کرده گفتند که در این مسجد 70 شیخ ها را واخوردم. بعضی روایت ها میگوید که 70 نفر از تابعین میگن 70 شیخ را واخوردم، یعنی 70 محدث را واخوردم که اگر طلبی باران کنن همان زمان الله تعالی باران را نازل میکرد. شخصانی مستجاب الدعوت بودند. 70 نفر شیخ ها را واخوردم که اگر دعا کنن الله تعالی دعای آنها را در حال قبول میکرد. شخصانی دعاهاشان مجاب بود، مستجاب الدعوت بودند. از یگان نفری آنها علم نگرفتم. برای چی؟ برای آنکه اهل حدیث نبودند. امام بخاری چی گفتند؟ من از 1080 نفر علم گرفتم، همه آنها اهل حدیث بودند.
بعد امام بخاری در دوامش چی گفتند؟ کلهم یقول الایمان قول و عمل یزید و ینقص. ایمان قول است و عمل است، زیاد می شود و نقصان می شود، کم می شود. یعنی استادان من همش در همین منهج بودن، در همین مذهب بودن. بعد از آن امام بخاری به آوردن دلیل ها شروع کردم. گفتن که قال الله تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا اینکه همراهی ایمانی که داشتن ایمان آنها زیاد گردد. یعنی این آیت صراحتاً سوره فتح آیت 4 دلالت میکند که ایمان زیاد و کم می شود. وقتی که زیاد که شد، پیش از زیاد شدن چی بود؟ کم بود. بنابراین ایمان زیاد می شود و کم می شود. و زیدناهم هدی، دومین آیت از سوره کهف، الله تعالی میگه که ما هدایت آنها را زیاد کردیم. در اینجا کلمه هدایت آمد. هدایت یعنی طاعت آنها را زیاد کردیم. و کلمه هدایت هم قول زبان و هم عمل قلب و هم عمل اعضاها داخل می شود. بنابراین امام بخاری اینجا آوردن برای اینکه الله تعالی وقتی که در بدایت سوره بقره صفت تقواداران را گفت، الذين يؤمنون بالغیب، تقوادارا کی هستند؟ آنهایی که به غیب ایمان می آورند، به قیامت، به جنت، به دوزخ، به الله تعالی، به فرشته ها. غیب است. الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، نماز را برپا می دارند، و مما رزقناهم ينفقون، و از آن رزقی که ما به ایشان دادیم نفقه میکنن، خیر میکنن، زکات میدهند، صدقه میکنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک، و آنها شخصیتایی هستند که به آن چیزی که به تو نازل شده ای پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن ایمان میارند. و ما انزل من قبلک، و به آن پیغمبرهایی که پیش از تو بودند هر چی به آنها نازل شد به آن هم ایمان میبیارند. و بالآخرة هم یوقنون، و به آخرت آنها ایمان دارند. اولئک علی هدی من ربهم، اینها در هدایتی از جانب پروردگارشان هستند. یعنی اینها در راه راست هستند. همین را الله تعالی هدایت گفت. بنابراین امام بخاری با همین آیت دلیل آوری کردند و گفتند که و یزید الله الذین اهتدوا هدی. در سوره مریم الله تعالی میگوید که آنهایی که هدایت یافتند الله تعالی هدایت آنها را زیاد گردانید. یعنی هدایت زیاد و کم می شود. هدایت یعنی ایمان است. والذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم. در سوره محمد الله تعالی میگوید که آنهایی که هدایت یافتند الله تعالی هدایت آنها را زیاد گردانید و برای آنها تقواداری داد. و یزداد الذین آمنوا ایمانا. در سوره مدثر الله تعالی گفت که آنهایی که ایمان آوردند الله تعالی ایمان آنها را زیاد گردانید. و قوله ایکم زادته هذه ایمانا، و این قول الله تعالی در سوره توبه، ایکم زادته هذه ایمانا، کدام شما را این سوره ایمانش را زیاد گردانید؟ فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، اما آنهایی که ایمان آورده بودند پس ایمان آنها زیاد شد. و قوله جل ذکره فخشوهم فزادهم ایمانا، و این قول الله تعالی که در سوره آل عمران وقتی که به صحابه ها مردم گفتند که شما ترسید چون اهل مکه مشرکان مکه با همراهی یهود و نصارا علیه شما لشکر جمع کردند، فخشوهم، پس شما بترسید، فزادهم ایمانا، به جای اینکه ترسند ایمان آنها زیاد شد. الله تعالی میگوید و قوله تعالی و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و قول الله تعالی که و این حادثه ها چیزی از آنها را زیاد نکرد مگر ایمان و اسلام آنها زیاد شد. صراحتاً الله تعالی در قرآن کریم سوره احزاب از گفته است که ایمان آنها زیاد شد. این چند آیت هایی بود که امام بخاری همچون دلیل ذکر کردن. دوست داشتن در یک وزن نمی شود. یعنی همه پیامبر صلی الله علیه و سلم را یک خیله ناز نمی بیند، دوست نمی دارد، یا همه ابوبکر را در یک وزن در یک مرتبه دوست نمی دارد. دوست داشتن مردم گوناگون است و این چنین بد دیدن فرعون ها هم دشمن های الله تعالی هم در یک وزن نیست. همه یک خیل یک رنگ بد نمی بیند. بعضی ها بسیارتر بد می بیند، بعضی ها کمتر بد می بیند.
مادامی که دوست داشتن در راه الله تعالی و بد دیدن در راه الله تعالی از ایمان است و دوست داشتن و بد دیدن فرق میکند، همین گونه ایمان هم فرق میکند، یعنی زیاد و کم میشد. ایمان همه برابر نیست. ایمان حضرت ابوبکر با همراهی حضرت عمر برابر نبود، یا ایمان حضرت ابوبکر یا ایمان صحابه ها با ایمان غیر صحابه ها برابر نیست و این به همگان معلوم است.